گفتن یک کسی برخورد کرد به یه دوستی، گفتش که میخوای بگم کجا داری میری؟ گفتش که از کجا میری؟ گفت میریم. اگه بگم چقدر میدی؟ گفت اگه بگی $10 بگید. گفت نه $20. بالاخره چونه زدن در مثلا $15 موافقت کردن که این بگه که تو کجا داری میری. گفتش که بله تو الان داری میری یکی از این خونه های قدیمی رو که ظاهرش خیلی چشمگیره ولی باطنی نداره، اینا رو بخری، بعد این مقدار مبلمان های ظاهرا قدیمی و خیلی قیمت هم اونجا بذاری، بعد ببری اینو به قیمت گزاف بیمه کنی، بعدم یه آتش سوزی دروغی اونجا را بندازی و بعد کلی پول از بیمه بگیری. دست میکنه و $15 فورا میده. گفت راست نگفتن؟ گفت نه. گفت چرا $15؟ گفت برای که خوب فکریه. خوب فکریه پوله. اگر تو حرکت کردی به طرف شیراز، خب به شیراز میرسی، به کرمان که نمیرسی. اگر خط زیبایی رو گرفتی، خب به زیبایی میرسی. اگر خط دانایی رو گرفتی، به دانایی میرسی. اگر خط نیکویی رو گرفتی، به نیکویی میرسی. و این هر سه تا میبره تو پیش اون کسی که هم داناست، هم نیکوست، هم زیباست. هر وقت دلتون از عالم گرفت فکر کردین که خدا کجاست که به ما کمک بکنه؟ ما رو رها کردن و هیچ کس مثل این که مراقب ما نیست، حرف ما رو نمیشنون، دعای ما رو نمیشنون. این سوره رو بخونید که والضحی، که خداوند قسم خورده که هیچ هم چیزی نیست، من تو رو رها نکردم. لیل اذا سجی ما ودعک ربک و ما قلی، پروردگار تو رو رها نکرد. نمیدونیم که چقدر زندگی میتونه تغییر بکنه. با همون مقدار ثروتی که داریم هممون ثروتمند میشیم. همین هنری دیوید تورو میگه که اصلا آدما اینقدر ثروت تو دنیا هست که اگه به همه بخوان تقسیم بکنن همه پادشاه میشن. میگه که ما وقتی روی در و گوهر میبارن بر سر ما، همین بارون که داریم، ببین دره از درم لطیفتره، مجانی میریزن رو سر ما، هم لطافت، هم احساس تازگی آدم میکنه، هم سرش نمیشکنه و هم این همه لطیفه در وجود این دانه باران هست. و این دانه برف که میگه که اصلا تمام کریستال، تمام شیشگوشه، تمام مرتب و منظم مثل الماس، تمام تراش خورده است. یعنی یه دونه چیز ما نداریم که این بگن آقا این همطوری کج و کوله بیفته پایین. تمام اینا رو وقت دو تاش هم شبیه هم نیست. این خیلی درس بزرگه. این برف درس بزرگه که آقا تقارن و تناسب نامتناهیه. تو میتونی 100,000 رقم دیگه درست بکنی که هم متقارن باشه، هم شیشگوش باشه، هم با اون فرق بکنه. چقدر ساده لوحن یا ایده میخوان خدا رو ثابت کنه. تو برو خودتو ثابت کن. خدا ثابته، اصلا از او ظاهرتر چیزی نیست. الله نور السماوات و الارض، اصلا همه به او پیدا هستن. او هست که همه هستن. علم یکفی بان ربک انه علی کل شیء شهید. اون شهادت میده، نه تو شهادت بدی بر او. تمام ظهورات از آن اوست. کور باد اون چشمی که تو رو نمیبینه، یا کور است اون چشمی که تو رو نمیبینه. چشمتو باز کن، اصلا غیر از او نبین. یکی بین، یکی گو، یکی جو، یکی دان، سوی الله والله زور و باطل. که تو کی غایب شدی اصلا که من بخوام پیدات بکنم؟ ما غایب شدیم اینجا از تو، وگرنه حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ. اگه میخوای به حضور او برسی، نمیگه چیکار کن که به حضور او برسی، میگه غایب نشو، فقط تو غایب میشی. هم میگه خدای تو کجایی؟ تو کجایی؟